درود به مخاطبین عزیز، امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید، اگر خارج از ایرانید، میدونم که اینترنت داخل ایران قطع یا سخته با عزیزانتون در تماس باشید. حالا عزیزانتون خوب باشه، پر انرژی باشید و زندگی بر وفق مرادتون چرخش بچرخه. امروز در برنامه پشت پرده، همونجوری که در تیتر برنامه‌ام دیدید، خبر رسیده که مجتبی خامنه‌ای کشته شده. این در حالی هستش که در همین 2 ساعت پیش که خبر کشته شدنش اومد بیرون، برخی از منابع ما گفتن، یه بیانیه ازش تو صدا و سیما پخش شد. بیانیه‌ای که خودش گفته بود من از تلویزیون متوجه شدم که رهبر شده. یعنی پشمام ریخته از این سیستم مدیریت داری که در طول این ویدیو تا انتها حالا بهش خواهیم پرداخت اصلا چجوری شد، چه اتفاقی افتاد و سوال پرتکراری که همین پرسن آقا آینده ایران چی میشه، آینده جنگ چی میشه، تا کی ادامه خواهد داشت. طرف تو خونه‌اش نشسته یه زارت سر کوچه‌شو میزنن، چی فلان فرمانده مثلا سپاه یا مثلا فرمانده بسیج اونجا بوده، تق نقطه زنی کردن، شیشه خونه اینا اومده پایین. آقا یه دست به زبدرتون خونه هاتون بزنید اگر تو ایران هستید، ناموسن شرافتن. و الان میدونی که تو ایران امن‌ترین اینجا خونه محسن رضاییه، یعنی این که توریسته، کسی که به خونه اون هیچ کسی باهاتون کاری نداره. اما اونو پزشکیان هم همینجوری داره میچرخه برای خودش، دوره هم دیگن، مثلا کسی اونو تحویل نمیگیره. بقیه چرا؟ حواستون به بقیه، 2 نفر توریستن فعلا، نفرات آخر به اینا خواهن رسید. و حالا تو این ویدیو هم خواهیم گفت، در ویدیویی که چند هفته پیشم منتشر کردم گفتم که آقا 2 نفر تو این دنیا میدونن که جنگ کی تموم میشه. یکیش امریکا به عنوان ترامپ نفر اصلیش، یکی هم خامنه‌ای بود که کشتنش. ترامپ از اون زاویه که میدونست کی بعد حمله کنه، خامنه‌ای مگه حمله پیش دسته نمیشد. اما الان فقط یه نفر توی دنیاست که میدونه جنگ تموم میشه یا آیندهش به کجا رو خواهد رسید، اونم ترامپه. درسته اسرائیل هم هست، اما اسرائیل هم از ترامپ دستور میگیره. جمهوری اسلامی که قربونش برم اصلا یه سنگر واسه مردم درست نکردن، که شهر رو از زیر درست کردن واسه خودشون، کندن از زیر واسه خودشون. 1 متر برای مردم سنگ مهم نیست براشون، اصلا مردم یه براشون اصلا براشون مهم نیست. حالا توضیح خواهم داد دیگه در طول این ویدیو دیگه. برای خودشون بیمارستان و هتل و مدارس رو کردن سنگر، همونجا میخوابن، همونجا هم بلند میشن. مثلا توی کرمانشاه هتل پارسیانه که نمیاد بزنه، که تو اهواز هتل اکسینه که نمیاد بزنه، که توی تهران مثلا هتل اسپیناس نمیاد بزنه، که همونجا رفتن خودشون خوابیدن، همونجا به هتل 5 ستاره دارن عشق میکنن، ویو شهر اصلا لذت میبرن برای خودشون. مردم اصلا یه ورشونه 1 متر، یعنی تا تونستن فقط موشک درست کردن تو این 47 سال، هیچ کار دیگه ای نکردن. تا تونستن تو جای مختلف شهر موشک درست کردن. حالا تو طول این ویدیو بهش خواهیم پرداخت. اما داستان مجتبی خامنه‌ای جالب و جذاب برای اون کسایی که حالا خارج از کشورن میخوان نباشه دیگه. حالا توی ساعت پیش، من البته 2 روز پیش اومدم یه خبر زدم توی توییتر و عنوان کردم که مجتبی خامنه‌ای در همون ساعت اولیه اصلا رفته تو کما، هوشیاریش 5 از 15، یه پاش قطع شده و اصلا تو شرایط نرمالی نیست که بخواد حتی اصلا به هوش بیاد. تو کما عملا. کلی آدم به من حمله کردن تو توییتر و جای دیگه. اصلا توییتر خودش داستانی داره، اما ایکس خودمون بماند. بعد از اون کم کم دیدم بقیه اومدن خبر زدن، CNN اومد خبر زد، ایران اینترنشنال اومد زد، رسانه‌های دیگه اومدن زدن گفت، بعد خود صدا و سیما اومد زد که مجتبی خامنه‌ای مجروحه. حالا خبر رسیده که مجتبی خامنه‌ای دستگاه تنفسیش کشیدن. کی؟ 2 ساعت پیش. 2 ساعت پیش کی بوده؟ همین 2 ساعت پیش بیانیه و اولین سخنرانی مجتبی خامنه‌ای به نوعی منتشر شد. سخنرانی که متنی بود، 2000 کاراکتر بود، با بیشتر نه، نسخه پریمیرشون اصلا نکرده بودن، 2000 کاراکتر بود و اومدن سخنرانیشو پخش کردن و سخنرانی که کاملا درهم پرهم بود، به هر دری و دیواری زده بود و گفته بود تنگه رو باید ببندیم. یعنی تهش این بود که تنگه باید به تنگه و تنگ شه. آمریکا هم گفته که اگه تنگه من میگه کاری میکنم که به تنگه. و حالا راجع آمریکا هم میگه، راجع تنگه هم خواهم گفت. حالا خبر رسیده که مجتبی خامنه‌ای فوت کرد و جالبه که چرا الان نمیام. البته بگم این خبری هستش که از منابع خبری ما اومده بیرون. توی ایران به حال به دست آوردن اخبار خیلی سخته و حالا اون کسایی که من خبر دادن ممکنه که 10% خطا بکنن. همیشه در هر چیزی
خطا وجود داره، اما تا این لحظه به من خبر رسیده که مجتبی خامنه‌ای فوت کرده و عملا قدرت اون مملکت دست لاریجانی ها و قالیبافه. جمخانی هم که کشته شد تو همون ساعت اولیه جنگ، احتمالاً الان داره توی جهنم شراب قاچاق میکنه برای اونایی که تو جهنمن، از بهشت کشتی شراب برمی‌داره میزنه میبره توی جهنم. همین کاری که تو ایران میکرد، نفت جابجا میکرد با پسرش هکتور که پسرش هم الان در حال حاضر در دبی اخراجش کردن و رفته، اونم احتمالاً اون دنیا داره این کارا میکنه. برسیم به وضعیت فعلی. این حملاتی که داره اتفاق میفته توی امارات، دبی رو دارن به کوب میزنن، توی عمان، توی عربستان، توی یه سری پایگاهی که تو عراق هست، این سبک حملات قالیبافیه. قبلا هم گفتم و حتی در یک ویدیویی که من 1 ماه پیش منتشر کردم عنوان کردم که خامنه‌ای گفته بود که بعد از من یکی از نفراتی که میتونه دستور حملات رو بده قالیبافه بعد از من. بعد دیگه مجتبی هم کردن تو پا ملت و خود اون بیانیه اومده گفته که مجتبی خودش متوجه شده که از تلویزیون رهبر شده. یعنی شما بخواد تو ایران گارسون بشی، جای معمولی گارسون بشی، بعد بری اونجا اینترویو کنی، خودت دفاع کنی، بعد این میگه من از تلویزیون فهمیدم رهبر شدم. این پشمام یعنی از این سبک این آخوندا ریخته. یعنی ولشون کنی فقط هیدر. حالا ترامپ هم اومد گفت آقا رهبر و اون آدمی که انتخاب میشه باید زیر نظر ما باشه و کد داده بود. ببین ترامپ الکی حرف نمیزنه، اومد گفتش که من 2 لایه رهبرای ایران زدم، یعنی خامنه‌ای رو زدم، جانشینش هم زدم. یعنی وقتی این حرفو ترامپ میزنه، ترامپ از رو در و دیوار حرف نمیزنه، مطمئن باشید که دیتا بهش دادن. یعنی خامنه‌ای علاوه بر خودش 2 لایه بعدش هم که کشته شده، یعنی مجتبی احتمالاً تو اون روزهای اول کشته شده یا حالا رفته تو کما و عملا مرگ مغزی شده که نمیخوان راجبش صحبتی رو انجام بدن. حالا بگذاریم میریم جلوتر. ایران هم مدام مسئولانش محسن رضایی و یک سری از این مسئولین اومدن توی تلویزیون مصاحبه کردن، گفتن که ما تا بن دندان مسلحیم و شروع میکنیم حمله کردن. یعنی تو تمام جای ایران اینا پایگاه موشکی ساختن، توی تمام قسمت‌های مسکونی اینا اومدن پایگاه موشکی ساختن، سپر انسانی درست کردن برای خودشون. 47 سال برای خودشون موشک ساختن و پهپاد ساختن. یعنی شما فکر نکنید تو 10 روز و 20 روز این موشکاشون تموم میشه. موشکایی که تو 47 سال ساختن، اونا 47 سال منتظر همچین روزی بودن، چون 47 سال گندگوزی میکردن، چون 47 سال میگفتن آقا بیاید به ما حمله کنید که بیان 20,000 تا از موشکاشون رو به رخ بکشن، بعدش هم بیان بگن ما 3,000 تا موشک داشتیم، نه 30,000 تا، بیشتر از 3,000 تا داشتیم. ولی خب از اون طرف امریکا و اسرائیل با توجه به ماهواره‌هایی که دارن، با توجه به جاسوسایی که تو ایران دارن، خیلی از این پایگاهاشون رو زدن. ترامپ گفتش که فعلا تو خونه ها بمونید، نرید تا ما شروع کنیم لایه به لایه اون سیستم رو زدن، از سر به ته به سر، از وسط به 2 طرف، از چپ به راست، از راست به چپ شروع کنیم زدن و به مردم گفتش که بمونید تو خونه ها. از اون طرف محمد باقر قالیباف اومد یه توییت زد و گفتش که نه نمیشه که شما باید بیاد تو خیابان. حتی 3 بار این کلمه رو تاکید کرد، خیابان خیابان خیابان، و گفت بیاید توی خیابون ها و خیابون ها رو از دست ندید. این یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی از موشک‌های امریکا، از جنگنده ها، از پهپادهای امریکا و اسرائیل نمیترسه، ولی از حضور مردم تو خیابون ها به شدت ترس داره. بنابراین حضور مردم تو خیابون ها 2 تا تاثیر داره. تاثیر اولش این هستش که بیاد بگه آقا تو دنیا مردم اومدن تو خیابونا اعتراض کردن، و نکته دوم که اگر مردم اومدن اتحاد کردن، اونایی که تو خیابونا، و اگر اون قشر از مردم که اومدن تو خیابونها انقلاب بکنن، مردم رو به روی مردم قرار بگیرن و همدیگه رو بزنن. ببخشید، این سیاستیه که اینا الان دارن به کار میبرن. از اون طرف آمریکا شروع کرده و اسرائیل اومده پایگاه‌های نظامی، مقرهای نظامی و قرارگاه‌های امنیتی سپاه و بسیج رو تو شهرهای مختلف ایران زده. اسمش روشه قرارگاه، اسمش روشه پایگاه، محل تجمع این آدم‌ها کنار هم دیگه.
حالا یه عده میگن که این پایگاه و قرارگاه و جای مختلف که خالی بوده دیگه، حالا داره خالی بازی میکنه. چرا وقتی که اونها رو بزنی اینا دیگه مقر و قرارگاهی ندارن دور هم دیگه جمع بشن؟ تنها جایی که میتونه براشون بمونه مساجده که دیگه بمونن اونجا، که دیگه اونجا رو بزنن آی واویلا دیگه امام و انقلاب اسلام به خطر میفته. درست مثل حیوان هایی که حویله‌شون رو بزنی دیگه جای ندارن و میفتن تو دشت و دمر و کوه، وقتی قرارگاه سپاهی ها و بسیجی ها و نیروهای سرکوب زدن، اونها هم ول شدن تو خیابون ها و جای مختلف و گفتن که حالا ما ول شدیم تو جای مختلف، چیکار بکنیم؟ ایست بازرسی بزنیم. گوشگولا فکر کردن که توی ایست بازرسی میتونن مثلا جلوی جاسوس رو بگیرن، نمیدونن که جاسوس 6 ماه قبل دیتا ها رو داده، 6 سال قبل دیتا ها رو داده. ایست بازرسی زدی عرق دست ملت بگیری. اسرائیل هم گفت حالا ایست بازرسی زدی، الان داره بالا میزنتشون. یعنی درست همون کاری که دستگاه سرکوب کرد. کارما زمان نداره، بهترین قاضیه. به مردم از پشت بیرحمانه شلیک میکردن، حالا هم پهپادهای امریکایی اسرائیلی بیرحمانه از بالا بهشون شلیک میکنن. دیگه نفهمیدن از کجا خوردن. 100 تا از پایگاه سرکوب زدن و بعد از این هم خواهند زد. درست همون نقشه‌ای که ترامپ چیده بود، لایه به لایه بیاد جلو و بزنه. حالا رسیده به پایگاه بسیجی. از اون طرف ترامپ یک پیامی رو تو شبکه اجتماعیش منتشر کرده، گفته بود که با ایف شروع کرده بود، گفته بود که ایف مثل جلوزاده اون انگلیسیشو بگو، گفته اگر ایران تنگه هرمز رو باز نگه نداره و بخواد مینروبی رو انجام بده، حملاتی رو انجام خواهیم داد که 20 برابر بدتر خواهد بود. حتی کلمه 20 برابر رو حروفش رو با کلمات بزرگ نوشته بود که نشانه از جدیت ترامپ داشته باشه. در ادبیات سیاسی اینها معنا و مفهوم دارن. و بعد از اون اومد چند ساعت بعدش یک توییت دیگه منتشر کرد، حالا تو شبکه اجتماعی تراستش و جای دیگه قضیه باز نشد، و گفتش که امیدوارم که مینروبی اتفاق نیفته، ولی اگر مینروبی اتفاق بیفته ما ایران رو با خاک یکسان خواهیم کرد، علل خصوص تأسیسات برقی ایران رو، که اگر این کار رو انجام بدیم 25 سال طول میکشه که ایران بتونه تأسیسات برقیش رو درست بکنه. یعنی چی؟ یعنی زدن سدهای ایران. سدها یکی از مراکز دیگه به حال اونجا برق تولید میکنن. و از اون طرف به چین هم گفت حالا تو فعلا نفتاتو ببر، چون میدونی تنگر الان جوری ناامن کردن که فقط کشتی‌هایی که چینی یا روسیان یا خدمه چینی دارن یا مسیرشون به سمت چینه اجازه عبور از تنگه هرمز رو دارن. تنگه هرمزی که در اختیار ایرانه و کافیه با یک دکمه، یک سرباز کوچیک اونجا، نه یک فرمانده بزرگ، یه دکمه بزنه 15-20 کیلومتر 15-20 کیلومتر رو میندازن توی آب. مین هایی که فقط حساس به کشتی هایی که غیر از چینی و ایرانی و روسی باشن و خنثی کردن این مین ها 6 ماه تا 1 سال طول میکشه. یعنی اگه مین رو بزنن تو آب 1 سال طول میکشه، یعنی عملا تنگه 1 سال بسته میشه. تنگه ای که 25% از اقتصاد دنیا از اون عبور میکنه و ایران تنگه رو گروگان گرفته و هر بلایی که میخواد سر مردم میاره، سر آدمای مختلف میاره و عملا یک دیکتاتوری مطلق رو تشکیل داده. اما از الان به بعد چیزی که پیش بینی میشه اینه که با شدت بیشتری ایستای بازرسی و پایگاه سرکوب رو میزنن. از اون طرف نهاد حاکمیتی تو ایران و نهاد تصمیم گیری تو ایران در هم پاشیده. پزشکیان که کلا اصلا جزء آمار حسابش نمیکنن، اومد یه پیام داد معذرت خواهی کرد، دوباره از اون طرف تاپ زدن کشورهای عربی رو بهش حمله کردن. اومد گفت آقا ما دیگه به اینا حمله نمیکنیم، دوباره حملات بیشتر شد. احتمال اینکه پزشکیان در طول هفته‌های آینده استعفا بده خیلی بالاست. احتمال اینکه خیلی از مقام‌های رده بالای ایران و کنسولگری‌های ایران تو کشورهای مختلف اعلام پناهندگی بکنن خیلی بالاست. احتمال اینکه شهر خارک رو بگیرن، جزایر سگانه تنب بزرگ و تنب کوچک و ابو موسی رو بگیرن، یا حملات شدیدی رو به بندر عباس انجام بدن، به بوشهر انجام بدن، خیلی بالاست. اینها کارهایی که اینا قرار انجام بدن، احتمالا انجام بدن. ترامپ اومده گفته که ما فکر میکنیم که جنگ
تا هفته ادامه پیدا خواهد کرد. از اون طرف مقامات ایران گفتن نه این سوبتا چیه، شما باید غرامت بدید، معذرت خواهی کنید، برید، تازه ما اگر آتش بس بکنیم. یعنی دو طرف الان توی شرایطی هستن که آتش بس نمیکنن. حتی اگر مجتبی خامنه‌ای هم زنده باشه، یه عده فکر میکنن که مجتبی مثلا مثل بن سلمان میمونه. داداش باباشو کشتن، زنشو کشتن، مادرشو کشتن، خواهرشو کشتن، صلح سازش بکنه با اینا؟ هرگز نمیکنه. پس اگرم صلح سازش نکنه تا تهش میرن، تهش هم میشه سرنگونی آخوندها، سرنگونی اون آدمایی که اونجا هستن. از اون طرف حضور نیروهای زمینی رو به داخل ایران دست کم نگیرید. هنوز یک سری کردهایی که در پشت مرزهای ایران یا خیلی هاشون در داخل ایران هستن عملیات ها رو شروع نکردن. احتمال اینکه عملیات های زمینی اتفاق بیفته هست. حالا یه عده میگن آره این کردها بیان رحم نمیکنن و نمیدونم جدایی طلب. نه، اون کردهایی که کردهای ایرانن اونا جدایی طلب نیستن. دوباره دیگه میگم اونا جدایی طلب نیستن. و حالا اون چیزی که رهبرشون گفته و به کوب الان دارن میزنن و فعلا کوتاه نمیان. بازرسی ها رو میزنن، گفتم دیگه میرسن تا کیوسکای راهنما رانندگی، اونا رو هم میزنن. بعد وایسیم و تحلیل و آنالیز بکنیم ببینیم که آقا تا انتها چه اتفاقی میفته. هیچ کسی نمیتونه شرایط جنگو پیش بینی بکنه. صحبت ترامپ هم کسی نمیتونه تحلیل و آنالیز بکنه. درست مثل یک بازیکن فوتبالی میمونه که دقیقاً الان پشت ضربه پنالتیه. ممکنه راست رو نگاه کنه راست بزنه، ممکنه چپ رو نگاه کنه راست بزنه. ترامپ هم همینجوریه. ممکنه بگی که فعلا من آتش بس نمی‌کنم، فردا آتش بس بکنه. و ممکنه بگی که فردا آتش بس بکنم بلکه جنگ رو ماها ادامه بده. حتی امروز در اظهار نظری گفتش که آقا قیمت نفت مهم نیست، برای من ایران مهمه و کسی که در ایران رهبر میشه رو باید من تعیین بکنم. این نشون میده که ترامپ تا رفتن آخوندها و یا تا رفتن سیاست‌های جمهوری اسلامی، یعنی ممکنه که داخل اون سیستم پوست اندازی اتفاق بیفته اما دیگه چیزی به اسم جمهوری اسلامی باقی نمونه، قبول بکنه که اونها بمونن. اینها تحلیل آنالیزیه که باید راجبش صحبت بشه و باید ببینیم که چه اتفاقاتی در آینده میفته. خیلی مخلصیم، دمتون گرم. سعی می‌کنم که ویدیو بیشتر براتون منتشر کنم. اگر دوست داشتید ویدیو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. تشکر.